الرحمن الرحیم کورس دیتابیس رو شروع میکنیم. اولین مضمونی که در قسمت دیتابیس میخوانیم آنالیز اند دیزاین هست، تجزیه و تحلیل یا اساسات دیتابیس. و نام‌های مختلفی مضمونش شنیده باشین. دیتابیس 1 شاید خوانده باشین در پانتون، فاندامنتال آف دیتابیس یا دیتابیس فاندامنتال، دیتابیس بیسیک، اساسات دیتابیس، همه نام‌های مختلف علمی مضمون هستن. ما به نام آنالیز اند دیزاین یاد میکنیم، تجزیه و تحلیل دیتابیس. به خاطر که دیتابیس شروع کنیم و دیتابیس یاد بگیریم، اول باید بتونیم موضوعاتی که در قسمت دیتابیس وجود داره را تحلیل بکنیم، اصطلاحات مختلفی که هست را بشناسیم، با کلمات مختلف آشنا شویم. خب جلسه اول هست، مطمئنا در معرفی و مقدمه میگیم انشاءالله که موضوع بهتون خسته کن نباشه، چون بعضی دوستان شاید واقعا اولین باری باشه که دیتابیس شروع میکنن و اگه شما یک سمستر یک مضمون دیتابیس خوانده باشین در پانتون که احتمالاً این موضوعات یادآوری میشه براتون و شاید کاملا جدید نباشه. بیاین از خود تعریف دیتابیس شروع کنیم. What is database؟ اصلا دیتابیس چی هست؟ جواب بدین. خب یکی collection of related data. بله از روی صفحه که نخواندین. آفرین. خب دیگه collection of records. آفرین، خوب است. دیگه تعریف دیگه میخوای بگم؟ collection of table. آفرین. دیگه آفرین، درست است که فارسی تعریف شد که شما به انگلیسی گفتیم. بله، تعریفایی که گفتیم همگی درست بودن. دیتابیس اگر از نگاه فیزیکی ببینیم مجموعه از جدول ها هستن و اگر بگیم مجموعه از ریکارد ها هستن این هم درست است، مجموعه از ریکارد ها. اگر میگیم مجموعه از معلومات به هم مرتبط هستن related data، این تعریف میشه گفت بهترین تعریف برای دیتابیس هست. پس اینو میگیم collection of related data، مجموعه از معلومات به هم مرتبط که مطمئن ارتباط باید ارتباط منطقی باشه دیگه. به خاطر که تعریف خیلی عمیقی ساده واضح بشه براتون، پس بریم با مثال شروع بکنیم. به نظرتان اگر ما یک دیتابیسی بسازیم برای به طور مثال یک شفاخانه، پس مجموعه از معلومات مرتبط او چیا هستن؟ مریضان، دکتران، پشن مریضان، بله، دکتران، دیگه نرس ها، بله، دیگه خدا نکنه به شفاخانه مراجعه کنیم ولی دیگه بگین در شفاخانه چی چیزایی وجود داره؟ عملیات ها، لابراتوار، داروهایی که هستن ها، بستر مریضان، فارماسی، این بخشا وجود داره. خب کاملا واضح است. بله، اینا اصلا میخوایم بشنوم دور از جانتان. در دیتابیس هاسپیتال جدولی برای محصلین هم میسازیم یا جدولی برای استادان میسازیم یا جدولی برای مضامین میسازیم. این از منظور از مجموعی از معلومات به هم مرتبط، یعنی از نگاه منطقی باید ارتباط داشته باشه. خب در دیتابیس شفاخانه ما باید جدولی انتیتی به خاطر مضامین نمرات داشته باشیم؟ نه. اما حاضری چطور؟ اتندنس میشه. بله، مثلا برای چی؟ کارمندان شفاخانه، دکتران شفاخانه باید حاضری داشته باشن. پس این میشه هدف از مجموعی از معلومات به هم مرتبطی است که او معلومات ارتباط منطقی به هم داشته باشه، related، به هم مربوط باشه. بله، بهترین تعریف دیتابیس که کوتاه و مختصر هم بگیم این است، مجموعی از معلومات به هم مرتبط، collection of related data، تعریفی که اینجا نوشته شده. بسیار خوب. اینا رو بیاین در مورد دو اصطلاح، در مورد دو لغت دیتا و اینفورمیشن صحبت کنیم. چرا اینجا گفتیم collection of related data؟ چرا اینجا نگفتیم collection of related information؟ بگین آیا دو کلمه به نظرتون تفاوت دارن یا ندارن؟ دارن. چه تفاوتی دارن؟ بله، درست نشده؟ آفرین، درست است. شنیدین دوستان چی گفتن؟ چیزی میخواین اضافه کنیم برشان؟ چیزی که گفتن درست بود و مطمئن شما هم که گفتین همین موضوع رو میخواستیم بگین که دیتا هدف از چی است؟ را اینفورماسیون. کلمه را به معنای خام، یعنی اولیه، یعنی پروسس نشده، در حالی که اینفورماسیون چی است؟ دیتای پروسس شده. پس خیلی ساده ببینین، برای اینفورماسیون میتونیم بگیم پروسس دیتا، یعنی اون معلوماتی که پروسس شده، تجزیه و تحلیل شده. اما اگه نه اون معلومات اولیه باشه، خام باشه، باز برشان میگیم را اینفورماسیون. اگر نه از نگاه لغوی وقتی در دیکشنری مراجعه کنیم، اینفورماسیون و دیتا عین معنا را داره، هر دوش میشه معلومات، اطلاعات، ولی از نگاه تکنیکی چرا تفاوت داره؟
دیتا او معلوماتی است که ما جمع آوری میکنیم، کالکت یا گدر اصطلاحات انگلیسی. معلوماتی که نیاز است وقتی میخوایم برای یک جایی، مثل مثالی که دادیم یک شفاخانه دیتابیس دیزاین بکنیم، پس باید بریم ریکوایرمنت کالکشن معلومات ازشان جمع آوری بکنیم، کدام بخشا را دارن، چه چیزایی رو میخوایم در دیتابیس ذخیره کنیم، در مورد کارمندانشان چه معلوماتی باشه، حاضرشان به چه شکلی هست، معاشاتشان به چه سیستمی هست. این میشه دیتا، معلومات اولیه که جمع آوری میشه. اما بعد میایم اون رو آنالیز میکنیم، تجزیه و تحلیل میکنیم. در اون صورت پروسس عملی بالایش انجام میشه و دیتا تحت پروسس قرار میگیره. بعد از اون تبدیل به چی میشه؟ دیتای با ارزش آفرین، که اون دیتای با ارزش را میتونه اینفورماسیون بگیم. اما دیتا، اون دیتای اولیه واقعا ارزش زیادی نداره، دیتای خام هست، هنوز پروسس نشده است، قابل استفاده در سیستم نیست. اما چیزی که فکر کنید پیپر بیس در روی کاغذ است و برای او باید ساعت‌ها زمان زیادی صرف شود اگه بخوایم یک راپور بگیریم، گزارش بگیریم، اونها رو تجزیه و تحلیل کنیم. اما بعد از اینکه پروسس شود، اما دیتا تبدیل به اینفورماسیون میشه، معلوماتی که قابل ذخیره کردن و نگهداری در سیستم باشه و دیگه نیاز نیست که وقت زیادی از انرژی انسان گرفته شود برای استفاده از اون معلومات. آفرین، آمادگیتان خوب است؟ اصطلاحات دیگه که بشناسیم، entity، attribute، در مورد هر کدام یکی یکی بگیم. entity، آفرین، is an object. خوب است دیگه؟ آفرین، این هم درست است، شیئی است که معلومات در موارد دیتابیس ثبت میکنیم. کالکشن هم گفتیم، بیشتر اولین چیزی که شنیدم در مورد entity کالکشن هم جواب دادیم. اگه بگیم entity کالکشن از چی است؟ از آبجکت ها. خوب است. اگه بگیم از ریکارد ها، چطور درست است یا نه بنظرتان؟ تعریف شما گفتین آفرین درست است. در انتیتی چی قرار میگیره؟ چی ذخیره میشه؟ روها، ریکارد ها دیگه. بله، آبجکت ها مگه میگین درست است؟ هر آبجکت وقتی که ذخیره میکنین در دیتابیس حیثیت یک ریکارد داره دیگه. بله. و به مفهومی تر بگیم، این چیزی که از دوستاشون شنیدیم خوشحال شدم، آفرین، واقعا آمادگیتان خوب است. که خود کلمه انتیتی رو اول معنا کنین بدری. چی میشه معناش؟ خب اگر شی معنا کنیم، این معنا از نگاه فقط کامپیوتر میشه. بله، یعنی از نگاه مسلک ما، از نگاه رشته ما، انتیتی شی از آبجکت است در دیتابیس. ولی وقتی که لغوی معنا کنیم در دیکشنری، خود انتیتی موجودیت میشه، شی نمیشه. باز درست در دیتابیس قبول است که بر شی بگیم، چون میخوام مفهومی تر یاد بگیریم. موجودیت یعنی چیزی که وجود داره و اون موجودیت باید موجودیت مستقل هم باشه. اینا ببین اصطلاحات دیگه که به کار میبریم، میگیم انتیتی چیزایی هستن که وجود دارن و اون موجودیت های مستقل باید باشه. خب مثال براتون میگم خیلی واضح شود. در دیتابیس پانتون بیاییم، از شفاخانه دور شویم، دور از جان خدا نکرده، بیاییم به پانتون، جایی که هستین شما. بعد یکی از انتیتی های یونیورسیتی رو نام ببرید. اول مهمترین و در مورد خودتان نام ببرید. استودنت. اینا فکر کنین آیا استودنت یک انتیتی هست؟ بله، مطمئنم که هست. اما اینو بگین آیا فون چطور؟ فون نمبر تلفن یک انتیتی هست؟ جواب اصلی است که نه خیر، آفرین. اما جا تحلیل داره که ممکن هم تبدیل به انتیتی شود در صورتی که نورمالیزیشن انجام بدیم. در کدام حالت میتونم بگین؟ تفسیر کامل بگین. چه وقت میتونه شماره تلفن یک انتیتی باشه؟ آفرین. ای که زیاد باشه، یعنی مثلا تعدادشان زیاد باشه، مثلا 10,000 شماره تلفن داشته باشیم. آفرین. و یک فرد، یعنی بحث چی پیش میاد؟ ملتی ولیو. وقتی که بخوایم برای یک شخص چندین شماره تلفن ذخیره کنیم، در اون صورت بله. اما این تفسیره بود دیگه، دقت دارید؟ آیا مثلا فکر میکنیم در دیتابیس ها چقدر پیش میاد که ما برای محصلین، استادان همیشه شما چندین نمبر تلفن ذخیره میکنیم؟ کم پیش میاد واقعا، مگر سیستم مثلا HR باشه، هیومن ریسورس، منابع بشری، که بخوایم از یک شخص 2 نمبر 3 نمبر تلفن ذخیره کنیم. ولی منطقا اگه تحلیل کنین، در اکثر ادارات، اکثر کمپانی‌ها، شرکت‌ها، دفترها از هر شخص چند نمبر تلفن ثبت میشه؟ 1 نمبر. با اینکه ممکنه ما چندین نمبر تلفن داشته باشیم، چندین سیم کارت، ولی وقتی جایی میریم معمولا از هم 1 نمبر میگیرن. پس در این صورت اگر او تفسیر رو فعلا در نظر نگیریم، اگر فقط 1 نمبر تلفن برای هر شخص ذخیره کنیم، آیا میتونه این دیگه انتیتی باشه؟ آفرین. بلکه چی میشه؟ اینا جواب بدین. آفرین، نام خدا. اینا دیگه اتریبیوت میشه. پس ببینیم این که من میخواستم معنای کلمه‌ای که گفتم موجودیت مستقل را براتون بگم. آیا نمبر تلفن یک موجودیت مستقل است؟ نه، وابسته به محصل دیپندنت. دقیقاً
شماره تلفن کی، تلفن کدام محصل. بله، پس مثل که آیدی، نام پدر، تخلص بر محصل داریم و اینا جز مشخصات، خصوصیات و ویژگی های استیودنت هست. نمبر تلفن یک محصل هم جز یکی از صفاتی است که برای محصل ذخیره میکنیم. پس این میشه اتریبیوت. این حالی میتونیم وقتی کلمه اتریبیوت رو گفتیم میرم معنا کنیم و کلمه اتریبیوت معنا کردیم یک معنا و یک تعریف بهتر برای انتیتی بگوییم. خب خود اتریبیوت رو به تنهایی معنا کنیم، مشخصه، صفت، ویژگی، خصوصیت. بله، پس اینا همه معناش به دری میشه. مشخصه، خصوصیت اگه میگیم، ویژگی، صفت، همه کلمات یک معنا دارن دیگه. صفات، معلومات، مشخصات، چیزایی که در مورد یک شخص، در مورد یک آبجکت یا در مورد یک شی میخوایم که بدانیم. پس اگر از نگاه فیزیکی با جواب بدین هر اتریبیوت چی بوده میتونه در دیتابیس؟ سینگل ولیو آفرین. و سینگل ولیو رو در کجا ذخیره میکنیم؟ در یک کالم ذخیره میکنیم. پس از نگاه فیزیکی زمانی که دیتابیس کرییت کنیم، بسازیم، به وجود بیاریم، هر اتریبیوت تبدیل به یک کالم میشه. پس مثل چی؟ آیدی، نام پدر، شماره تلفن، ایمیل، نمبر تذکره، هر کدام اینا یک اتریبیوت است، یک صفت. و برای ذخیره کردن اون صفت نیاز به یک سل، حجره خانه وجود داره. خب وقتی زیر هم دیگه قرار میگیرن تا یک کالم را تشکیل میدن. برای اتریبیوت خیلی واضح است، نیاز نیست بیشتر از این توضیح بدیم. این حالی که اتریبیوت را شناختیم، یک تعریف زیبا از انتیتی بدیم. انتیتی چی هست؟ آفرین، مجموعی از اتریبیوت ها که این تعریف بر ما خیلی اهمیت داره در دیتابیس. در تعریف دیتابیس چی گفتیم؟ کالکشن آف ریلیتد دیتا، مجموعه از معلومات با هم مرتبط. اینا در تعریف انتیتی هم شبیه میگه و میگیم کالکشن آف اتریبیوتس، مجموعی از صفات، خصوصیات یا ویژگی ها یک انتیتی را تشکیل میده. بازم مثال برای محصل در دیتابیس پانتون چه چیزایی رو میخوایم ذخیره کنیم؟ آیدی، نام پدر، دیگه لاست نیم، تخلص، بله، فادر نیم که گفتیم، آدرس، فون، بله. اتریبیوت مهم بگوییم، ایمیل، ایمیج که گفتیم یا فوتو که عکس تصویر دیگه، NIC، نمبر تذکره. اگر پرسونال اینفورمیشن دیگه همینجا تکمیل کرده باشیم، بیشتر از این نخواهیم در مورد خود شخص چیز ذخیره کنیم. اینا رو بگین از نگاه پانتون یونیورسیتی است دیگه چه اتریبیوت مهمی باید داشته باشه؟ اسکور گفتیم. خب من فعلا اضافه میکنم نمره و دمش تحلیل میکنیم. ضروری تر بگیم فکر کنیم مثل آیدی کارت یک محصل، میگیم محصل کی است؟ خب نامش گفتیم، نام پدرش گفتیم، آیدیش داره. آفرین، اینی مهم است که کدام پانزه، کدام رشته، کدام فاکولته، کدام دیپارتمنت است، سمستر یعنی صنف چندم هست. بله اینا چیزای مهم است و میخاطر میگیم از امیالی تجربه میشه برای ما که بعداً اگه خواستین دیتابیس بسازیم برای پانتون و جدول محصلین، حداقل چیزی که در نظر میگیریم این اتریبیوت ها باید باشه. ولی اضافه تر از اینکه میتونیم خیلی چیزای دیگر بگیم، نام پدر کلان، ولایت، ولسوالی، قریه، اینا که باید باشن. خب تا همینجا. پس هر کدام اینا چی هستن؟ یک اتریبیوت، یک صفت، یک مشخصه، بله، که به تنهایی کامل هم نیستن. این نمیشه که جدول محصلین فقط در اون ما تخلص ها رو ذخیره بکنیم ها. اینا هم باید مجموعه شون. تخلص داریم، نام هم باید داشته باشیم، نام پدر هم باید داشته باشیم، خب شخص آیدی هم داشته باشه. پس میشه یک مجموعه کالکشن آف اتریبیوت، صفت ها زیاد شدن، مجموعه این صفت ها رو برش میتونیم چی بگین؟ یک انتیتی که این مشخصات در مورد کی بوده؟ محصل، استیودنت. پس انتیتی میشه استیودنت یعنی جدول محصلین و اینا میشن اتریبیوت هایشان یا کالم هایشان. خب تا اینجا سوالی نداریم؟ واضح بوده؟ بله. سینگل ولیو اتریبیوت است و شرطی که به شکل عددی ذخیره شود، یعنی مفید شده میتونه، مفید که شده میتونه، کاملا ضروری است، اصلا وجودش حتمی است. یعنی ما باید بدانیم که محصل تغییر میکنه. آفرین، بله. پس واضح‌تر باید میگفتم این کرنت سمستر است. باید بدانیم که فعلا این محصل سمستر چندم است، ولی خب یقینا این تغییر میکنه. محصلی که جدیداً به پانتون میاد، جدید شمول هست، از کانکور کامیاب شده، راه پیدا کرده، خب مطمئنا سمستر چندم هست؟ اول. این درس میخونه، از سمستر اول کامیاب میشه، میره به سمستر دوم. پس باید بگین این اپدیت شوه یا نه؟ باید اپدیت شه. وقتی که کامیاب شد و رفت به سمستر بعدی، پس باید این تغییر کنه. وظیفه ای هم به عهده ادمین هست، مدیر، کسی که سیستم را مدیریت میکنه، دیتابیس اداره میکنه. بله، این ولیو یا قیمتی که دیتایی که در این اتریبیوت یا کالم ذخیره میشه همیشه تغییر میکنه، در حال تغییر هست، ثابت نیست. ولی بگین آیا به خاطری که
بفهمید با که میدانیم سمستر در حال تغییر هست و تغییر میکنه، اما اینا جواب بدین ذخیره کردن ضروری هست یا نه؟ بله. هدف از چی بوده؟ از سمستر فعلی محصل. فکر کنین اینا خب ما دیتابیس ساختیم، میخوایم بعدا همین محصل لاگین کنه و نتایج خود ببینن، نمرات خود ببینن، تقسیم اوقات حاضری خود را ببینن. پس آیا ما باید بدانیم که سمستر چندم هست یا نه؟ بله. که باش تقسیم اوقات چه وقت نشان بدیم، حاضری کدام سمستر را نشان بدیم، بگیم سمستر فعلی خود محصل. یک مثال بود ذخیره کردن اینکه این محصل سمستر چندم هست با وجودی که میدانیم تغییر هم میکنه ضروری است. واضح شده؟ خب سوال دیگه اگر داریم؟ حالا بیاین در مورد اسکور صحبت بکنیم که یکی از اتریبیوت ها رو گفتیم. چی تصور دارین؟ آیا اسکور نمره میتونه یک از اتریبیوت های استودنت باشه؟ بله یا نه خیر؟ بیاین بگیم بله. بله ها ببینیم کی هستن؟ آیا اسکور یکی از اتریبیوت های استودنت هست؟ هست. چه تعداد؟ خب من ولی فقط دست خود بالا کنم که شما بالا کنید، ولی من بالا نمیکنم. خب چون نیست. درست؟ فکر نکنید من در اون جمله قرار گرفتم. اسکور نباید یکی از اتریبیوت های استودنت باشه. چرا؟ جواب قبلی رو بدین. آفرین. این چقدر یک تحلیل مهم در دیتابیس از همین شروع یاد بگیریم. هر چیزی که ملتیپل چند دانه‌ای باشه اون نمیتونه یک اتریبیوت داخل جدول اصلی قرار بگیره. مثل که بیشتر نمبر تلفن مثال دادیم و شرطی گفتیم فون اتریبیوت است که چی باشه؟ یکی باشه، چند نمبر نگیریم. یعنی در قسمت نمرات خب حتما یک محصل چندین نمره میگیره از مضامین مختلف، فقط یک نمره که نداره. هر وقت یک اتریبیوت را شما در یک انتیتی قرار دادید او چی میشه؟ سینگل ولیو میشه. یک محصل چند آیدی داره؟ یکی. چند نام داره؟ اگر نامش تو بود علی احمد چی؟ 2 نام شده؟ آفرین. یک نام از حالی که از 2 کلمه تشکیل شده، یعنی اشخاص نامشون 2 کلمه‌ای هست. علی نیست، تنها احمد هم علی احمد است، علی شاه هست، ولی به هر حال یک نام هست. یک محصل فقط یک نام داره، یک نام پدر، یک تخلص. پس می‌بینید که اینا سینگل ولیو هستن و اینا میتونن اتریبیوت های درست در همین جدول باشن. ولی وقتی آمدیم به بحث جان پرسنتیج میشه. بله. و اون پرسنتیج چی واضح تر بگویید؟ از همون سمستر آفرین. ولی اگه بخوایم پرسنتیج هر کدام از سمسترها رو جدا داشته باشیم بازم نمیشه دیگه. درسته؟ بله. پرسنتیج سمستر فعلی میتونه یک از اتریبیوت ها باشه، اما اگه بخوایم باز فیصدی سمستر قبل هم ذخیره کنیم، از اون قبل‌تر هم ذخیره بکنیم، بازم باید اسپلیت شود، تجزیه شود و یک جدول جداگانه یک انتیتی برش ساخته شود. خب تا اینجا سوالی نداریم؟ این موضوع واضح شده؟ ایج عمر باید باشه. بله. ای که محصل چند ساله هست، پس این یک اتریبیوت به حساب میآید. ببینیم مضمون دیتابیس چقدر پیش بردیم. از نگاه نورمالیزیشن چطور؟ آیا ایج درست هست از نگاه نورمالیزیشن یا نه؟ یعنی وقتی دیتابیس ما تکمیل کنیم، این پروژه رو تکمیل کنیم، به نظرتان در حالت واقعیت در جدول محصلین آیا کالمی به نام ایج ما خواد داشتیم؟ وقتی محصل راجستر کنیم نوشته کنیم که چند ساله هست؟ آفرین نمیشه. این اپدیت میشه، این تغییر هر سال تغییر میکنه. باز دوباره ببینید چقدر تحلیل دیتابیس جالب است. در مورد سمستر هم خب هم که تغییر میکنه، اما بگین این زمانی تغییر میکنه که محصل کامیاب شود. این نیست که هر ساله. آیا حتما سمستر محصل تغییر میکنه؟ خدای نکنه اگه محصل ناکام شود چی؟ سال بعدی هم همون سمستر قبلی رو باید بخونه، همون صنف رو بخونه. پس این نیست که بگیم هر ساله اتوماتیک خود به خود حتما اپدیت شده بره، ما او رو باید اپدیت کنیم. اما در مورد سن چطور؟ ذخیره کردن سن اشخاص کاملا یک کار نادرست و بیهوده است. فکر کنین نامش هست او شخص علی احمد، فعلا میگیم 23 ساله است، اما فعلا وی مطمئنا سال بعدی 24 میشه، سال بعدی 25 میشه. پس یعنی ما باید هر سال دیتابیس اپدیت کنیم که سن مردم رو بالا ببریم و اگه یک سال یاد ما رو فراموش کردیم چی؟ اون آدم سال قبلی میمونن. آفرین. پس به این نتیجه میرسیم که ما باید سن محصل بدانیم، این ضروری هست، اما به جای سن چی رو ذخیره میکنیم؟ سال تولد رو. بله. یا تاریخ تولد رو. اگه میگیم date of birth، من به تو میگم birth year. با داشتن سال تولد یک شخص همیشه میتونید شما از سال فعلی تفریق کنید و سن اون شخص به دست بیارید. وقتی که به شکل لاجیکال منطقی تحلیل میکنیم، بله میگیم که یکی از اتریبیوت های استودنت ایج هست و جوابتون درست بود. اما وقتی که دیزاین را پیش میبریم، ببینید تفاوت بین دیتا و اینفورمیشن. سن یک شخص یک دیتای خام هست، اینا نیاز داره که پروسس شود و در نورمالیزیشن ما این پروسس میکنیم، قوانین مطرح میکنیم، بعد تحلیل میکنیم، متوجه میشیم که نه، باید به جای سن سال تولد ذخیره کرد.
و او اینفورمیشن است، او دیتای با ارزش است. خب تا این قسمت اگر سوال دیگه داریم؟ بسیار خوب. خوب است که یک مضمون یک سنسر اکثر دیتابیس خواندیم. از این موضوعاتی من براتون میگم هم یادآوری میشه، هم یاد میتونیم مثال ها هم کار کنیم، موضوع کاملا براتون واضح میشه. آدرس کدام آدرس؟ محل تولد. پس امیالی دوباره به تحلیل اینا هر کدام نیاز به تجزیه شدن داره. وقتی میگیم آدرس در دیتابیس بسیار زیاد ما باید باریک بین باشیم، بسیار باید ظریف و جزئی بگیریم. این آدرس کدام آدرس است؟ معمولا برای هر شب 2 آدرس ذخیره میشه. بگین چی؟ یکی سکونت فعلی، یکی سکونت دائمی. بله، پس رو بگیم پرمننت دائمی اصلی و دیگه شه بگیم کرنت، بله فعلی دیگه. پس او کدام آدرس است که تغییر میکنه؟ کرنت آدرس. در حالی که او پرمننت تغییر نمیکنه. او هدف اصلا پلیس آف برث است، محل تولد. میگیم شخص اصلیتش از کدام ولایت، کدام ولسوالی و کدام قریه است که باید نظر به تذکره پرشه و خانه پری شود. و او چیزی که تغییر میکنه این آدرس سکونت فعلی است. خب سوال دیگه اگه تا این قسمت داریم؟ اسپلیت میکنیم. اینا درس نورمالیزیشن است. دقیقاً میگیم در فرست نام فارم مرحله اول نورمالیزیشن قانون رو بیان میکنیم چه زمان دیتا نیاز به اسپلیت تجزیه شدن داره و چه زمان میتونیم اونا رو تجزیه نکنیم. امروز ما دیگه زیادتر از این پیش نمیریم چون روز اول است، معرفی مقدمه، برای بعضی دوستایتان مشکل تمام نشه. خب در مورد انتیتی و اتریبیوت صحبت میکنیم و این چیزایی که گفتیم همه یک مثال بودن، فقط مثال گفتیم و سوالات بعضی دوستایتان جواب داده شد. انتیتی موجودیت مستقل، او چیزی که وجود داره در شفاخانه، در پانتون، در مکتب. ببین چی چیزایی وجود داره و آیا هر چیزی که وجود داره رو هم ذخیره میکنیم؟ بازم صحبت کنیم. برگردم به مثال هاسپیتال، شفاخانه. یکی از چیزایی که مؤسسه معمولا باز دست نام میبرن میگن مثلا شفاخانه چیزی دیگه که در بخش امبولانس هست دیگه، بخش عاجل امبولانس دارن. چی فکر میکنین؟ آیا رو ذخیره کنیم؟ شفاخانه امبولانس دارد، بله. پس جز یک چیزی است که وجود داره، موجود هست شفاخانه. اما به نظرتان اگه یک شفاخانه فقط یک امبولانس داشته باشه، شفاخانه شخصی هست دیگه، چندین دانه نداره، آیا شما این را ثبت میکنید در دیتابیس، ذخیره میکنید؟ نمیکنیم. آفرین. پس اینطور هم نیست که بگیم چون انتیتی یعنی موجودیت و هر آن چیزی که وجود داره رو ما ذخیره بکنیم. نه خیلی کارا نمیکنیم دیگه. موجودیت مستقل و او چیزی که برای دوباره به دست آوردن مفید باشه. اینا رو میخوایم بریم در مورد اصطلاح براتون صحبت کنم. ریترایو، این کلمه رو معنا کنیم؟ برگشت، دوباره به دست آوردن. این کلمه از جمله مهمترین کلمات در دیتابیس است و مفهوم بسیار اساسی داره. ریترایو و دری میشه دسترسی دوباره به دست آوردن. بازگشت خب بهتر است معنا نکنیم؟ به دست آوردن دوباره، دسترسی دوباره. چرا ما اصلا دیتا را ذخیره بکنیم؟ یک سوال خیلی مفهومی میشه. در پانتون، در دیتابیس پانتون محصلین نتایج نمراتشون رو ذخیره میکنیم. در شفاخانه مریضان، داروها، کارمندان معاشاتشون ذخیره میکنیم. هدف از ذخیره کردن دیتا که کلمه استور به کار میبریم، استوریج، هدف از ذخیره کردن دیتا چی است؟ جواب بدین؟ مطمئنا دیگه. بس آفرین. اگر ما نخواسته باشیم که یک دیتایی را در آینده دوباره ببینیم، دوباره از او استفاده کنیم، پس آیا او رو ذخیره میکنیم؟ خیلی ساده، مثل که در موبایلتان کار میکنین، مثلا در فیسبوک دارین میبینین. چه وقت یک چیز رو سیو میکنین، دانلود میکنین؟ وقتی میدونین که اون مهم است، وقتی میدونین که در آینده دوباره از او استفاده خواهد کردیم. اما دیدیم در فیسبوک ما چقدر زیاد پست ها رو میبینیم، عکس ها رو میبینیم، اما همیشه رو سیو نمیکنیم، همیشه دانلود نمیکنیم، چون حدس میدیم که نه دیگه به عکس دیگه نیازی نداریم، در آینده از او دوباره استفاده نخواهیم کرد. پس یک مفهوم بسیار ساده اما بسیار ریشه‌ای و اساسی. زمانی باید دیتا ذخیره شود که مطمئن باشیم دوباره میخوایم از او استفاده کنیم، در آینده به او دوباره دسترسی داشته باشیم. پس در دیتابیس شفاخانه کدام معلومات به نظرتون دوباره ما دسترسی نیاز داریم؟ دکتران، بله. مریضان، نرس ها. مثلا نمیاله بگین دکتر، چرا ما مشخصات خود یک دکتر رو ثبت کنیم؟ اگر خب مثال دکتر شاید براتون عجیب تر شد چون دکتر کارمند شفاخانه به حساب میاد. مثال سادهش مریض است. چرا ما مشخصات خود مریض رو ثبت کنیم؟ آفرین، چون ممکنه دوباره به شفاخانه مراجعه بکنه و اگر دفعه قبلی مشخصاتش ثبت نشده باشه این دفعه باید ثبت کنیم.
و اگر بازی را ثبت نکنیم دفعه بعد، یعنی هر باری که مریض مراجعه میکنه دوباره باید مشخصاتش بگیریم، دوباره ازش بپرسیم نام چی است، نام پدر چی است و دیگه مشخصاتشان بگیریم. پس میبینید این که ما خود او اشخاص انسانها را ذخیره میکنیم و این خاطر است که دفعات بعدی دوباره نیازی به ثبت و ذخیره کردنشان نباشه. خب که از اشخاص دیگه ادامه بدین. اتریبیوت انتیتی‌ها بله وارد، یعنی منظور از بستر یا دهلیزها جایی که مریضان قرار میگیره، چپرکت‌ها دیگه. اساسا بگین دیتا بگین آفرین لیست معاشات و رسیدیم به یک چیزی که میشه اینا تحلیلش کرد. خب معاش که به کارمند داده میشه دیگه، پس چرا او را ما ثبت کنیم، ذخیره کنیم؟ هر ماه معاش یک کارمند بهش داده میشه دیگه، چرا این را ما ذخیره کنیم؟ آفرین، چون بعدا میخوایم راپور داشته باشیم، گزارش معاشات که این ماه مجموعاً چقدر معاش داده شد، بعد اون ماه میگذره در ماهای بعد ممکنه برگردیم پرسان میشه که در 3 ماه اول سال در بهار چقدر معاش داده شد، بعد راپور سالانه داریم که در سالی که گذشت چقدر مثلا معاشات پرداخت شده، آیا کارمند معاش این ماه خود گرفته یا نگرفته، چقدر بهش معاش داده شده. میبینید اینا همه مثال‌هایی از ریترایو هست، دسترسی دوباره. وقتی میدونیم که به اون معلومات ضرورت داریم، در اینجا میخوایم از اون معلومات استفاده کنیم، پس این هدف ذخیره کردن است. تا اینجا سوالی نداریم؟ یه اصطلاح واضح شده؟ سوال قبلی رو تکرار میکنم. آیا امبولانس ها یک شفاخانه، حتی امبولانس ها نگیم، یک دانه امبولانس باید ذخیره شوه یا نه؟ چه وقت ذخیره میکنیم؟ زمانی که ریترایو. اینا میخوایم مثال بدین که تحلیلتان، آنالیزتان قوی شود. چه وقت مثلا بعضا تحت چه شرایطی ما را خود ذخیره کردیم و یک جدول برش بسازیم، یک انتیتی؟ بله فعلا خب میگیم ضرورت نیست. من هم موافق هستم در اکثر دیتابیسی که شما در آینده بخیر به شفاخانه میسازیم نیاز نیست امبولانس ذخیره کنید. اما یادتان باشه روز اول جلسه اول درس است، خوب دقت بکنید. تحلیل دیتابیس هیچ وقت مطلق نیست که بگیم ما یاد گرفتیم که در شفاخانه امبولانس ذخیره نمیشه. مطلقاً این اشتباه است. تحلیل دیتابیس بگیر همیشه چی است؟ ریلیتیو، نسبی هست. او ریلیتیو منظور از ریلیتد و هم مرتبط نه. خود کلمات معنا کنید. کلمه ابسترکت یعنی مطلقاً یک چیز میگیم همیشه همینطور هست، پس یعنی میگه ابسترکت است. در حالی که میگیم ریلیتیو یعنی نسبی، نسبت به. تمام تحلیل هایی که در دیتابیس انجام میدیم نسبی هست. ریلیتیو نسبت به شرایط، نسبت به ضروریات، نظر به ریکوایرمنت است. داشتم در این مورد میگفتم اینا منظورم چه وقت ضرورت خواهد پیش آمد که ما بیایم امبولانس های یک شفاخانه رو ذخیره کنیم و برشان جدول بسازیم با مثال جا بدیم. بله آفرین. اول خواهم میگم دقیقا وقتی که یک امبولانس داره که اصلا نیاز به ذخیره کردن چون یک دانه است، اما وقتی که شد چندین دانه امبولانس، پس اینا هر کدام از امبولانس ها چی دارن؟ بگید دکتر داره. بله دیگه آیدی برای خود امبولانس اگه در نظر میگیرین دیگه. بله نفهم درایور داره. آفرین دیگه نمبر پلت. میخواستم این لحظان بشم چون چیزای مهم واقعا نمی است بعدن در شفاخانه ها و در پروژه به کارتان میاد. باید برای هر امبولانس چون یک موتر یک وسیله حمل و نقل است، اینی دو موضوع خیلی اهمیت داره که پلت نمبرش رو داشته باشیم و همچنان درایورش رو بدانیم. وقتی که یکی باشه که نه، خب یک دانه است ضرورت نیست ذخیره کنیم. بعد پرسان نمیشه کدام موتر کدام امبولانس، ولی وقتی که چند دانه شد اینا رو باید بدانیم دیگه که کدام یکی کدام امبولانس ما فرستادیم، کدامش برگشته، کدامش در راه است، کدامش برای انتقال مریض استفاده شده بود و چه کسی اگر چندین دانه درایور داریم کدام یکی از درایورهای ما این امبولانس برده بود، کدام یکیشان مریض حمل کرده بود. پس میبینید این موضوع ضرورت پس پیش آمد دیگه. اگر مشتری از ما تقاضا کنه، رئیس او شفاخانه، آمر او شفاخانه از ما بخواهد که چرا ما میخوایم که دیتا رو هم ثبت کنیم و یک راپور گزارشی هم از این موضوع داشته باشیم، پس نیاز میشه که اینا یک انتیتی برای امبولانس ساخته بشه. واضح شده؟ میتونه بله اسست برش بگین، اصلا جزء سرمایه ها دارایی های یک شفاخانه چندین امبولانس معمولا می داشته باشه. بله این جزء ریسورس منابع یا همون اسست هم برش بگین بهتر از قرار میگیره. خب این که این را ثبت میکنیم، ذخیره میکنیم، اینا رو بگین با مثالایی که بیشتر و بیشتر گفتیم میخوایم بدانیم که کدام موتر در کدام تاریخ کدام امبولانس مریض حمل کرده، انتقال داده. آیا به نظرتان ذخیره کنش به عنوان فقط ریسورس هم کافی هست؟
نیست. آفرین. هم باید خود و امبولانس ها دانه دانه ثبت شوند و این فقط یک بار ثبت میشه، اما هر باری که امبولانس میره و میآید این هم باید ثبت شود که وقتی رفت کجا رفت، یعنی آدرس کجا بود، از کجا مریض انتقال داد و کدام مریض انتقال داده. ببینید در این صورت باید حتی یک تیبل دیگه هم ساخته شود و یک انتیتی دیگه باشه، چون درجه رابطه بین امبولانس و بین انتقالات یا جابجایی امبولانس بگین چند به چند است. آیا یک امبولانس فقط یک بار میره و میاد یک مریض میاره؟ نه. پس مطمئن رابطه one to many هست، یک به چند است. بله، هر زمان تحلیل کردیم بین دو معلومات، دو دیتا، رابطه one to many بود. یادتان باشه که جدول دومی را حتما باید بسازیم. یک جدول برای خود امبولانس ها میسازیم که اول خودشان رو ثبت کنیم ذخیره و فقط یک بار میشه در شروع، دیگه هر روز که امبولانس جدیدی ثبت نمیشه دیگه، مگه امبولانس خریداریش جدیده. و یک جدول دیگه باید بسازیم برای چی؟ که حمل و نقل جابجایی را ذخیره بکنیم که هر دفعه‌ای که رفته آمده بله او رو جدا در یک جدول دیگه ثبت بکنیم. و آیا میشه که این موضوع مثلا ببینیم من بیم یک دیت اضافه کنم و همینجا یک پشن هم اضافه کنم؟ ادامه همون مثال هست. میگیم هر امبولانس باید آیدی داشته باشه، دکترش مشخص است، درایورش، بلد نمبرش، انالی تاریخی که امبولانس جابجا کرده مریض انتقال داده و اینکه کدام مریض انتقال داده تحلیل کنین. در جدول بوده میتونه؟ بله، در جدول بوده نمیتونه. بازم از کجا میفهمیم؟ همون یک نکته، ملتی ولیو. آیا یک امبولانس فقط یک تاریخ داره؟ اگر یک تاریخ داشته باشه کدام تاریخ است؟ آفرین، تاریخ ثبت امبولانس، این تاریخ خریداری امبولانس، ولی رجیستریشن دیت که بگیم در کدام تاریخ مثلا این امبولانس شفاخانه به دست آورده، خریداری کرده و اسید و دارایی‌هاش اضافه شده. اما اگر این تاریخی است که در کدام تاریخ مریض هم انتقال داده، مطمئنا که دیگه یک دانه اینالی بگیم نیست، هر روزی کار انجام میشه. پس این هم شده حالت ملتی ولیو. به شکل میتونیم تحلیل بکنیم که باید این قسمت از دیتا رو میتونیم بگیم و مشخصاتی که مربوط به خود امبولانس میشه، اتریبیوت های امبولانس در جدول خودش ذخیره کنیم و او دیتایی که مربوط میشه به اینکه این عملیات تکرار میشه، چندین دفعه انجام میشه، اینی معلومات باید در جدول جداگانه قرار بگیره. خب تا اینجا سوالی نداریم؟ آفرین. خب حالا دیگه نخواستیم دانه دانه هر کدام تحلیل کنیم و پیش از این که گفتن درایور هم میتونه چند تا باشه، پس اگه بخوایم بگیم کدام درایور این امبولانس انتقال داد، چند درایور داریم، شیفت نوبتی کار میکنن. پس در اصل بله، اگر هر بار دکتر و درایور یک امبولانس هم تغییر میکنه، او هم باید در جدول دومی ذخیره شه، نه در اون جدول اولی که مشخصات خود امبولانس باشه. اما اگر نه، همیشه برای یک امبولانس یک دکتر و یک درایور مشخص ثابت توظیف شده که همیشه امبولانس همین موتروان همین درایور میبره، پس نه دیگه در اون صورت میتونیم رو در جدول خود مشخصات امبولانس ذخیره کنیم. بازم میبینین فرق میکنه، بستگی داره، باید ببینیم تحلیل کنیم. سوالی داشتین؟ صد آفرین. هر وقت جدول دومی را ساختیم پیش در مورد چی صحبت کردیم؟ گفتیم بین دو جدول، بین دو دیتا وقتی تحلیل کردیم و درجه رابطه تشخیص دادیم one to many هست، یک به چند است. پس این دو جدول حتما به هم مرتبط بوده دیگه، یعنی باید بینشان ریلیشنشیپ، بینشان رابطه را به وجود بیاریم و این آمادگی شما را نشان میده. اگر برای بعضی از دوستایتان مشکل نمیشه میتونیم این موضوع را این بحث ادامه بدیم به میشه. خب انال برای برقراری رابطه چی کار میکنیم؟ جدول اولی را تشخیص دادیم، به مثال کامل کار کنیم. این شد جدول امبولانس. جدول دومی را یک نام برش پیشنهاد بدیم، چی بگیم؟ بله؟ تایم یا دیت؟ خیلی واضح نمیشه چه تایم بگیم یا دیت. مثلا اگه بگین امبولانس تایم، خب بهتر میشه. هدف از نام جدول بود. بگین یک چیزی؟ من فهمیدم جواب سوال شما رو، به خاطر که برای سوالتان جواب واضح داده شود خواستم که این دو جدول بسازیم بعد براتون جواب بدم. منتظر باشین، اگر واضح نشد بعد بگوین. یک نام اصلا خواستم برای جدول دومی، چه نامی میمانی؟ امبولانس اینفورمیشن. چون واقعا بازم این نام درست نیست، این مشخصات خود امبولانس نیست، اون جدول بالایی مشخصات خود امبولانس است. این جدولی است که هر دفعه که امبولانس میره و برمیگرده یک مریض جابجا میکنه. رجیستریشن بازم داره، ترانسمیشن لاقل بهتر شد دیگه، بله که بگین نه حمل و نقل انتقالات دیگه. امبولانس ریپورت بازم بهتر شد، گزارش امبولانس، چون این گزارش میشه دیگه. خب فرق نمیکنه، یک نام اختیاری بود. اینا ببین به ادامه جواب سوال شما میرسیم. پس این دو جدول با هم گفتیم باید ارتباط داشته باشه یا نداشته باشه. برای برقراری رابطه اینا چیکار میکنیم؟
نه واضح‌تر بگیم؟ پرایمری کی و فورین کی. آفرین. پس این درسیست که هنوز صحبت نکردیم و اگر این اصطلاحات پرایمری کی فورین کی براتون واضح نیست اصلا تشویشی نداشته باشین. امروز فقط چیزی که براتون میگم رو مفهومی یاد بگیرین و اینا مثال ها هستن دیگه. درس پرایمری کی فورین کی درس چند روز ما و شماست. در روزهای آینده میایم و چندین جلسه بالای پرایمری کی چندین جلسه بالای فورین کی صحبت میکنیم. درسای زیادی داریم انواع پرایمری کی بشناسیم، خواص و مشخصات قوانینی که در قسمت فورین کی وجود داره بشناسیم. اونا همه بحث‌های بعدی هستن میرسیم ان شاءالله برشون. پس بگین کدام یک از این جدول ها جدول اصلی و کدامشون فرعی است؟ دقیقاً امبولانس اصلی باید امبولانس باشه تا بعد حمل و نقل کنه جابجا شود دیگه. پس این میشه جدول فرعی. پرایمری کی جدول اصلی را در جدول فرعی من حیث فورین کی میاریم. پس آیدی هم هیچ وقت در جدولا بهتره نگیم چون واضح نیست ها، گنگ است. چی آیدی؟ چی آیدی مریض، آیدی دکتر؟ نه، امبولانس آیدی. هر امبولانس یک آیدی داره و آیدی یونیک هست غیر تکراری. از طریق هم آیدی میتونیم امبولانس رو بشناسیم و می باید در جدول چی قرار بگیره؟ دومی امبولانس ریپورت من حیث فورین کی. فکر کنین اولی امبولانس راجستر میکنه امبولانس شماره 1 اینا میگه همین امبولانس رفت برای انتقال یک مریض. پس آیدی چند بود؟ 1 را میاریم. همینجاست که میگین ریلیشنشیپ ارتباط برقرار شد. میبینید دیتای مشترک وقتی در دو جدول وجود داشته باشه، یک فیلد، یک کالم، یک اتریبیوت مشترک، اینجا ارتباط رو به وجود میاره. خب اینا دوستان سوال اگر دارین بگوین. واضح شد یا نشده؟ بله نمیبینم مثلا. بله 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 باید این جدول سومی است در اصل. در مورد مریض اصلا ما هنوز تحلیل نکردیم. ببینید که اینجا من آوردم مثلا پشنت را. پس بگین آیا در یک سیستم درست، یک سیستم مکمل، یک دیتابیس واقعی ما باز در قسمت امی جدول دومی که کدام مریض را امبولانس جابجا کردن نام مریض را میاریم؟ نمیاریم مطمئنا، چون نام مریض عامل شناسایی نیست. از طریق نام نمیشه اشخاص را آیدنتیفای کرد. احمد، کدام احمد؟ خب ما میتونیم چندین مریض به نام احمد داشته باشیم. پس جواب خودتان بله گفتین. اگر در صورت ما جدول مریضان داشته باشیم و مریضان هر کدام قبلا ثبت شده، راجستر شده، پس برای هر مریض هم آیدی داده شده. پس مطمئنا در جدول دومی که انالی میشه جدول سومی، چون وقت ما جدول مریضان در نظر نگرفته بودیم، چی را میاریم؟ آیدی مریض را میاریم. امبولانس شماره 1 مثلا مریض شماره 55 را میگین انتقال داده. حالی واضح تر شد؟ سوال بعدی من از شما حالی ببینم که آمادگی دادن در چه حدی است. رابطه بین مریض و امبولانس درجه چند به چند است؟ 1 to many 1 to 1 many to 1. آفرین. یعنی شما هر کدامتان از یک سر رابطه دارین تحلیل میکنین. اگر از طرف مریض و امبولانس تحلیل بکنیم، یک مریض چند امبولانس جابجا میکنه؟ خب یکی دیگه. یک مریض در یک وقت یکی. بله ببینید اینا درست نیستن. فعلا دارم نوشته میکنم که بدانید. اگر از طرف امبولانس به مریض تحلیل بکنیم، یک امبولانس میتونه چندین مریض جابجا کنه. پس این هم رابطه‌ای بود که شما پیشتر گفتیم many to one. یک یک امبولانس میتونه چندین مریض جابجا بکنه. این چیزایی که در حالت تحلیل منطقی داریم انجام میدیم. اما به این تحلیل درست و از نگاه سیستمی رو انجام بدیم. مطمئنا که خود مریض مورد بحث نیست دیگه، بلکه یک دفعه مریض مورد بحث است. چون ممکنه اون مریض چندین دفعه خدا نکرده تکلیفی میشه پیش میاد برش که باید امبولانس رو انتقال بده. پس هدف از این مریض خود مریض نیست، بلکه دفعه‌ای است که اون مریض انتقال داده شده. اینالی بگین یک مریض همیشه توسط یک امبولانس انتقال داده میشه؟ نه. پس یک مریض میشه دفعه اول توسط امبولانس اولی ما، دفعه بعد اون امبولانس نیست توسط امبولانس دومی ما انتقال داده میشه. پس امیال درجه رابطه چی میشه از این طرف؟ 1 to many. یک مریض را چندین امبولانس هم میتونه انتقال بده، اما در یک وقت نه مطمئنا، در دفعات مختلف. از این طرف ببینید یک امبولانس میتونه چند مریض انتقال بده؟ هدف از این نیست. واضح کنم دقیقاً براتون، خدا نکرده دور از جانتان، که در داخل امبولانس چند نفر جایی میشن که بگیم یک امبولانس چند مریض جابجا کرد میتونه. خب معمولا که یک چپرکت داره، یک تخت داره، ممکن امبولانس بزرگ باشه گنجایش بیشتر. نه، هدف اون نیست. وقتی در سیستم دیتابیس رو ذخیره کردید، از نگاه کارکرد و عملکرد ببینید یک امبولانس آیا فقط و فقط همیشه یک مریض جابجا میکنه؟ یک مریض که انتقال داد دیگه و امبولانس نمیتونه مریض دیگه ای را انتقال بده؟ پس میتونه.
همون یک امبولانس میتونه چندین مریض هم جابجا بکنه. پس میبین از این طرف رابطه هم چی شد؟ one to many شد. این فرق داره، بستگی به این داره که شما درجه رابطه را از طرف کدام جدول و کدام جدول تحلیل میکنید. اگر از طرف مریض و امبولانس ببینین one to many و اگر از طرف امبولانس و مریض ببینین همچنان one to many است. آفرین به جوابی که شما فقط دادید. این حالا بگین این اصلا کدام رابطه است؟ یکی many to many است. دو رابطه one to many vice versa یعنی متقابل. از این طرف هم داریم میبینیم one to many یک بچند، از اون طرف هم میبینیم بازم یک بچند است. پس این رابطه اصلا many to many چند بچند است. چندین مریض توسط چندین امبولانس انتقال داده میشه. نه یک امبولانس فقط یک مریض انتقال میده و نه فقط یک مریض توسط یک امبولانس انتقال داده نمیشه، بلکه چندین مریضان توسط هر چند امبولانسی که ما داریم انتقال داده شده میتواند. درجه رابطه بین مریض و امبولانس اصلا منی تو منی چند به چند است. تا اینجا اگه سوالی داریم؟ صورت میشه که یک زمان نباشه، و امیر از اول تفسیر قرار دادیم. بله. ولی اینا بگین آیا در دیتابیس فقط دیتا یک زمان ذخیره میشه؟ مشکلی است. در جدولی که گفتین امبولانس مثلا نامش چی گفتین؟ ریپورت. آیا فقط از یک وقت ذخیره میشه؟ نه، شما باید تحلیلش برای همه وقت ها کنین. یک مورد فقط در نظر نگیرید. بله، در همین جدول قرار است از سالها، ماهها، هر وقتی که امبولانس و شبخانه فعالیت داره همیشه دیتا در یک جدول ذخیره میشه. پس هیچگاه تحلیل به یک مورد برای مثال اگه خواستیم واضح ترش انجام بدین، اما در غیر از او برای هیچ وقت دیتا رو برای یک مورد در نظر نگیرید، چون همین جدول دیتا همیشگی رو در خود ذخیره میکنه. بله. تا پیش ما در مورد دو جدول فقط داشتیم صحبت میکردیم، امبولانس بود و نقل و انتقالات امبولانس. این دو جدول بعد از او باز دوستان سوال گیره کردن که اگر مریض رو هم در نظر بگیریم، پس آمدیم و این جدول مریض رو هم در نظر گرفتیم. اینالی شده سه جدول. پس اینالی رابطه بین سه جدول مستقیما هیچ وقت وجود نداره. هر وقت خواستین رابطه تحلیل کنین بین دو جدول تحلیل بکنین. اینالی بین تحلیل کنین رابطه امبولانس و امبولانس ریپورت، حالی نامش گفتیم چند به چند است؟ one to many. این many to many نیست دیگه. آفرین. یک امبولانس میتونه چندین بار نقل و انتقال بکنه. از این طرف هم اگر ببینید رابطه مریض با رابطه جدول مریض با نقل و انتقالات امبولانس چند به چند است؟ این هم one to many هست. یک مریض چندین دفعه میتونه انتقال داده شه. حالا آمدیم در موردی بحث کردیم که اگر این دو جدول ببینیم خود مریض و خود امبولانس را، نه نقل و انتقالات را، آفرین، این رابطه چند به چند است؟ این منی تو منی است. یک شخص مشخص را در نظر بگیریم به نام احمد. یک بار توسط یک امبولانس ما به شبخانه آورده شد، یک دفعه دیگه او امبولانس نبوده، مصروف بود، توسط یک امبولانس دیگه ما آورده شده. پس می‌بینیم که رابطه وان تو منی است. و همین امبولانسی که احمد انتقال داد امروز میتونه فردا محمود رو انتقال بده. پس این رابطه از طرف امبولانس هم به مریض دوباره چی شد؟ یک امبولانس چندین مریض انتقال میده. از هر دو طرف رابطه ای دو جدول وان تو منی هستند. در نتیجه یک رابطه منی تو منی چند به چند بین این دو جدول. اما بین امبولانس و امبولانس ریپورت، بین پشن و امبولانس ریپورت رابطه منی تو منی نیست دیگه. او هم رابطه وان تو منی. خب اینا موضوعاتی است. یک مثال به شما صحبت کردیم. اگر واضح نبوده، اگه خیلی خوب این موضوعات متوجه نشدین، هیچ تشویشی نکنین، چون صرفا یک مثال بود و هدف ما فقط معرفی اصطلاحات انتیتی و اتریبیوت بود. ببینیم واضح براتون نشان بدم که درس‌ها را ما در آینده مفصل می‌خونیم. اینجاست وقتی که آمد در مورد ریلیشنشیپ با صحبت کردیم، درجه رابطه یک به یک، یک به چند، چند به چند، اینا خیلی مثالای زیاد باید کار بکنیم با مثالای مختلف تا موضوع کاملا براتون واضح شود. فعلا فقط در حد معرفی و مقدمه است. خب تا این قسمت اگر سوالی داریم؟ بسیار خوب. این که موضوع اسلاید اول جمع‌بندی بکنیم. پس ما با تعریف دیتابیس شروع کردیم، شناختیم که دیتابیس چی هست، مجموعی از معلومات به هم مرتبط. سعی کنید اصطلاح تعریف‌های انگلیسی رو هم به یاد بسپارین، حفظ بکنین، چون معمولا کوتاه‌تر است و ما کلمات رو معنایش یاد بگیریم. پس هر وقت خواستیم به دری و پشتو میتونیم ترجمه کنیم دیگه. دیتابیس کالکشن اف ریلیتد دیتا اینفورمیشن، این دو اصطلاح با هم تفاوت داشتن. در دیتابیس چی وجود داره؟ انتیتی ها، موجودیت ها. و موجودیت چی است؟ مجموعی از اتریبیوت ها، صفات، خصوصیات، ویژگی هایی که یک جا میشن یک انتیتی را تشکیل میدن و چندین انتیتی که یک جا شوند یک دیتابیس را تشکیل میدن. خب فقط دو اصطلاح دیگه است، همشون صحبت کنیم تا این به پایان برسه، درس روز به پایان برسونیم.
اصطلاح ریترایو را که شناختیم، گفتیم دسترسی دوباره و اساسی ترین هدف به وجود آمدن اصلا دیتابیس است. زمانی ما دیتابیس میسازیم و وقتی معلوماتی را در دیتابیس ذخیره میکنیم که مطمئن باشیم دوباره به اون نیاز داریم، بخوایم دوباره در آینده از او استفاده کنیم. در غیر از او اصلا اون دیتا را ذخیره نمیکنیم. یک بار به این مثال برگردم، نمیخوایم تحلیل کنیم. اگر شفاخانه این دیتا را ضرورت نداشته باشه که کدام آمبولانس کدام مریض انتقال داد، برایشون مهم نیست. خب مقصد آمبولانس دارن، مریضا را میارن به شفاخانه. در آینده چنین راپوری را رئیس او شفاخانه یا دکترها ضرورت ندارن. پس بگین اصلا این را ذخیره نمی‌کنیم اصلا و برمیگردیم به مو موضوع که اصلا برای آمبولانس جدول هم نمیسازیم که بر نیاز باشه روابطشون هم تحلیل کنیم. این موضوع اصطلاح بعدی یعنی هدف بعدی، یا اگر به ترتیب بگیم خب بعد از اینکه دیتا رو ذخیره کردیم چی دیگه باید چه کاری انجام شه؟ و دیتا گفتیم باید پروسس شود و این از قدرتمندی های دیتابیس است. بعد از اینکه معلومات ذخیره شد، خود دیتابیسی توانایی را داره، یا بگیم از طریق دیتابیسی توانایی را ما داریم که اون معلومات رو چی کنیم؟ پروسس بکنیم. مثل همین که اینالی بیم از اینجا ببینیم که بگیم در یک روز مشخص چه تعداد مریض آمده، یا بعدا بخوایم که او را به یک راپور گزارش تبدیل کنیم و دقیقاً به آمار احصایه بدیم که در این ماه این تعداد امبولانس جابجا شده، در این ماه این تعداد مریض آمده شده. و دیتایی که ذخیره شده را میتونیم اینالی پروسس کنیم، تجزیه و تحلیل کنیم و بر اساس دیتایی که تجزیه و تحلیل میکنیم بگیم معلومات جدید جنریت کنیم و این فوق‌العاده شگفت انگیز است و همین میشه که دیتابیس ها را مفید میکنه و ضرورت و نیاز هر اداره، کمپانی، شرکت، وزارت هست که معلومات را میخوان ذخیره کنند در دیتابیس. چون بر علاوه اون معلوماتی که ما ثبت میکنیم در دیتابیس، بعد از اینکه اون معلومات ثبت شد ما این توانایی را داریم که معلومات جدید چی کنیم؟ جنریت کنیم. و جنریت یعنی چی؟ تولید کردن. بسیار جالب میشه. یک مثال میگم در سبب پایین میرسانیم. شما در جدول اسکور نتایج نمرات محصلین و مطمئن چی رو ذخیره میکنین؟ مارک را، یکی محصل چه نمره گرفته. اگه میخواین دیگه از روبیتا رو تکمیل کنم، روز اول است بله و تایمم به پایین رسیده، من مثال میگم. روزهای بعد همه ای دیتا رو از خودتان میخوایم، شما باید این مثال ها رو تکمیل کنید. برای نمرات چی رو باید بدانیم؟ آیدی محصل. مطمئن که میدونید که نام محصل نه، چون از طریق نام نمیشه محصل خاصی را یک محصل شناسایی کرد. نه، آیدی محصل، کدام محصل از کدام مضمون چه نمره‌ای گرفته. واضح است؟ خب آیا شما می‌بینید کناری موضوع ریزالت را هم ذخیره کنید که بگین پست فیلد؟ بله؟ مثال کار بکنید. آیا در سیستم باید باشه یا نه دیتابیس یک پانتون باید بتونه راپور را بر ما بده، آوتپوت بده که مسئله کامیاب شده یا ناکام؟ بله دیگه. خب باید این را بتونه بر ما نشان بده. اما ببینیم این را باید ثبت کنیم، ذخیره کنیم از قبل یا نه. مثال کار میکنیم. مسئله با آیدی 23 مضمون جاوا، نمره‌ای که گرفته 40. پس نتیجه فیل. پاس میکنیم مثلا. شما خیلی برش کمک میکنین دیگه. با نمره 40 ناکام میشه دیگه. معیار کامیابی رو 55 در نظر بگیرید. اکثرا سیستمی که 50 یا 55. پس این شخص ناکام شده. مثلا دیگه یک با آیدی 54 میشه از این مضمون یا مضمون دیگه جاوا، نمره‌ای که گرفته 89. در نتیجه کامیاب است. هدف من از این قسمت بود آیا وقتی که ما دیتا انتری میکنیم، وقتی که استاد یا اداره این نمرات و نتایج ثبت میکنه، باید ای که ناکام شده اون مسئله کامیاب ایرم ثبت کنه، ایرم باید مشخص کنه. اگر این کار به عهده چی بسپاریم؟ انسان بسپاریم. اولین اتفاقی که میفته چه اتفاقی است؟ اشتباه انسانی. خسته شده، فکرش نیست، دقت نداره، یک شخصی رو نمره 40 هم میگه که کامیاب شده. اولی موضوع. دیگه چی؟ اگر موضوع اشتباه نباشه، دیگه چه ضعفی رو به بار میاره؟ ضیاع وقت. باید دانه دانه برای هر کدام نوشته کنیم کامیاب ناکام، کامیاب ناکام. انرژی و وقت انسان در این قسمت ضایع میشه. آیا سیستم منظرتون دیتابیس توانایی را نداره که ما نمره را داشته باشیم و نتیجه را برامون نشان بده؟ میشه مطمئنا. با یک شرط بسیار ساده در پروگرامینگ یا در خود دیتابیس میتونیم بگیم if mark greater than 50-55. اگر نمره بیشتر از 50-55 بود کامیاب، else در غیر اون صورت پس ناکام باشه. میبینید این دیتا را به هیچ وجه کامیاب یا ناکام بودن ما در سیستم ها در دیتابیس ها ذخیره نمی کنیم. اصل دیتا چی است؟ مارک، نمره. این را ذخیره بکنیم و در آینده وقتی که همین نمره را پروسس بکنیم میتونیم کامیاب یا ناکام شدن را چی کنیم؟
جنریت کنیم، تولید کنیم دیگه دیتا را. اصلا نیازی به تایپ کردن و نوشته کردن توسط مدیر نیست، ادمین کارمند که به ثبت کنه که کامیاب یا ناکام. آخرین مثال دیگه تشریح نمی‌کنم، گرید هم به این شکل در نظر بگیرین. اگه بگیم اول نمره، دوم نمره، یا بگیم گرید A B C، آیا هم شما ذخیره می‌کنید؟ نه، این هم چیزی است که بعد از پروسس شدن دیتا، این مثال بله، باید که جنریت شود، تولید شود. بر اساس نتیجه‌ای که داشته باید یک کدی نوشته کنیم، یک مقدار کارایی انجام بدیم، کوئری نوشته کنیم که همین گرید را تولید کنه. واضح شد براتون؟ این سه اصطلاح و سه مفهوم اساسی دیتابیس است. دیتابیس ها در ادارات به این خاطر قدر اهمیت زیاد داره و امروز هر کمپانی، هر نهادی رو ببینین و دنبالی است که برای خود یک دیتابیس بسازه و به این خاطر بخش پردرآمد است و فرصت شغلی زیاد در بخش دیتابیس وجود داره از همه رشته‌های دیگه کرده بیشتر، چون دیتا را می‌خوایم دوباره دسترسی داشته باشیم، دیتایی که ذخیره شده قابل محاسبه و نتیجه گیری باشه پروسس، و بر اساس دیتایی که ثبت شده اینا رو میتونیم معلومات کاملا جدید، چیزی که اصلا قبلا در دیتابیس نبوده و شخص ثبت نکرده را ما اینا رو چی کنیم؟ تولید بکنیم. یعنی ما میگیم منظور از دیتابیس است. سوال داشتید؟ نمی‌کنیم. گپ همینجا بود. وقتی شما تیبلی به نام اسکور ساختین، پس آیا می این دو کالم به نام ریزالت و گرید بسازین؟ هرگز نه، بلکه کالم ها باید هم آیدی و مضمون و نمره باشه. پس اینا چه وقت به وجود میاد؟ باز می شما یا توسط کوئری های دیتابیس زبان SQL که معمولا این کار نمیشه، یا توسط یکی از پروگرامینگ لنگویج ها مثل جاوا، مثل PHP بله کدی نوشته میکنین که شرطی که گفتیم اگر نمره از چقدر زیاد چقدر کم باشه بر اساس او دیتا جنریت میشه، تولید میشه. این دو کالم را هیچ وقت در تیبل ها نسازین، ریزالت یا گرید. خب سوالی نداریم؟ جلسه اول درسان بود، میخواستیم معرفی مقدمه بیشتر بهتون بگیم، چون آمادگی خودتون خوب بود در این زمینه، نخواستم صرفا یک یادآوری باشه که خسته کن نشه بهتون. پس مثال ها گفتیم، سوالات خودتون پرسان که انشالله موضوع بهتون واضح تر شده. ولی به هر حال این فقط معرفی مقدمه بود، هنوز در مورد موضوعات خاص و مشخصی صحبت نکردیم. سوالی نداریم؟ تیبلی به نام اسکور بله باید بسازیم که نتایج نمرات در او ذخیره شد، کدام مسئله از کدام مضمون چه نمره‌ای گرفته. اما چیزی که از این بیشتر باشه این اصلا اسکور است. این نام جدول ریزالت نگفتیم، نتایج نیست، نمرات باید ذخیره شد. بعد با پروسس کردن همین نمرات میتونیم ریزالت تولید کنیم. پس جدولی به نام ریزالت باز نمیسازیم، اما جدول به نام اسکور میسازیم. خب سوالی نداریم؟ درس امروز به پایان میرسیم.